خب جلسه سومی سلسله برنامه‌های آموزشی برنامه ادوب فتوشاپ است. امروز مطلع درس ما و شما select and move است. درست؟ select and move اساسی ترین کار فتوشاپ که شما میتونین در واقع select and move است. خب select and move هم قسم که میفهمین این اند را اگر از بین پس کنیم ما شما دو کلمه داریم. درست؟ اول کلمه select هست. select در فارسی به معنای انتخاب کردن هست. درست؟ مثلا ما از بین چند تا قلم یکش انتخاب کنم میگم I have selected this pen. صحیح ما سلکت کردیم، انتخاب کردیم. در برنامه فتوشاپ select به معنای انتخاب کردن بعضی پیکسل ها است. بعضی پیکسل ها شما انتخاب میکنین میگین اینی قسمتی از پیکسل ها رو من کار دارم دیگه راش کار ندارم اینو میگین select. move به معنای جابجا کردن، به معنای حرکت دادن هست. یک چیز را از یک جایی از ما یک قلم را از این طرف میز در اون طرف میز میمونم میگم I have moved this pen. صحیح ما را انتقال دادیم، جابجا کردیم. خب اینمی دو کار ساده ترین کارهایی است که در فتوشاپ ما شما اجرا میکنیم. به می دلیل اولین تول یا اولین ابزاری که در فتوشاپ ما شما سر میخوریم ابزار سلکت تول هست. نامای از اینا رو خواهشاً یاد بگیرید. درست؟ ما وقتی کلمه را استفاده میکنم براتون حتما میگم کدام کلمه مهم هست حفظ کردنش، کدام کلمه لازم نیست. خیر است فقط بگیریم. بله نام های تولز یک ذره مهم هست حفظ کردنش. مهم به خاطر است که فردا روز اگر من یک چیز را سلکت کنم روی سلکت تول باید شما بفهمید سلکت تول در قند چی است. سلکت تول ابزار انتخاب کردن است. درست؟ خب اول ما سلکت تول را کمی کار میکنیم و جالب چیست در برنامه فتوشاپ یک چیزی هست به نام لیرز یا لایه ها. لیرز که اگه اینده قسمت متوجه باشین بخش لیرز هست. این بخش لیرز خیلی جالب است. جالب است بخش لیرز ای است که اول که خیلی مهم هست در فتوشاپ، یعنی کسی که لیرز را خوب بفهمه تنظیم کردن لیر را یاد بگیره خیلی خوب فتوشاپ را میفهمه. دوم که ما چند دوره که فتوشاپ درس میدادم ما نمیفهمم دقیقاً لیر را در کجای کار درس بدم. در اول درس بدم که اگر در اول درس بدم شما دیگه چیزا رو نفهمین اصلا لیرز معنا نداره، یا پسان درس بدم که باز مشکل داره اگر من اینا رو کار کنم و لیرز شما نفهمین بر شما هم در هم است، یعنی به اصطلاح اون سرتون صحیح خلاص نمیشه. به این خاطر این دفعه تصمیم گرفتیم که ما لیر را در کنار هر چیزی که میخوانیم باز روی لیر چی تاثیر داره، لیر با چی ربطی داره اونا رو روش کار میکنیم. با خاطر در کنار سلکشن موف خیلی خیلی ساده یک دو چیز منطقی در مورد لیرها رو ما شما یاد میگیریم. لیرها لایه های مختلف است. ما شما در یک فتوشاپ در یک صفحه میتونید چند تا عکس روی هم کار کنید. چند تا عکس میتونه در روی یک صفحه باشه. هر عکس یک لیر است، یک لایه مختلف هست که ما شما میتونیم اونها رو جداگانه از هم دیگه حرکت بدیم. به این خاطر یک ذره فکر کن طرف لیر هم باشه با یک ما شما سلکتینگ موو ما شما میخوایم یک عکس را روی از صفحه خود که نامش انتایتلد هست بیاریم. انتایتلد یک. خب عکس را ما قبلا گفتم بر شما اگر میخواین یک عکس را امپورت کنین یا داخل فتوشاپ بیارین میتونین مستقیم کش کنین بیارین و در بالا اگر در روی این قسمت تب ها اگر من عکس رو بندازم به حیث یک فایل جداگانه باز میشه. عکس ببینید به حیث یک فایل جداگانه یک عکس باز شد. اما اگر این عکس را من مستقیم بیارم در روی صفحه بندازم چیکار میشه؟ میبینید که اینجا عکس به حیث یک لیر جدیده. نه پیشتر تنها یک لیر بود بک‌گراند. عکس به حیث یک لیر جدید به حیث یک لایه جدید در همین صفحه بر ما میاد که من میتونم در اول ابعاد از یک عکس را تعیین کنم، میتونم از قسمت ابعادش را تعیین کنم، میتونم از بالا بگویم برش که مثلا چند فیصد باشه ابعادش از اینجا میتونم تعیین کنم. مثلا میتونم با پیکسل نوشته کنم میگم 200 درست 200% آمد نه 200 پیکسل باید باشه. پیکسل پی ایکس نوشته میکنم. درست؟ خب میرم من 200 بسیار زیاد نوشته کنم با خاطر بسیار کلان شده ایکس. ببینید من با این کامپیوترم خیلی سریع است، خیلی تیز است. من میشه کارهای گرافیکی میکنم. دیگه مجبور هستم منتظر باشم تا تمام شه یا مجبور بسته برنامه فتوشاپ رو بسته کنم.
اکثر فتوشاپ رو باز میکنیم این دفعه 200% نوشتم. 200% چی کار میشه؟ خود 200% یعنی او عکس از او اندازه اصلیش که اصلا 2 برابر میکنه، اون بسیار زیاد تمام میشه. با خاطر ما دوباره یک دفعه عکس روی صفحه میارم، شما میتونید از قسمت ابعادش را تعیین کنین، از قسمت، یا میتونید به صورت دستی خیلی ساده ابعادش از قسمت تعیین کنین. هر زمان در یک جای مشخصی را قرار دادین که خوب عکس همینجا باشه، باز کلید انتر روی کیبورد فشار میتین، کلید انتر را فشار دادین یا کلید انتر را فشار میتین، یا این از قسمت یک علامت صاد صحیح هست نه اینجا، این را کلیک میکنین، عکس تمونجا جابجا میشه، عکس تمونجا ماند. درست؟ اینال ما یک عکس دیگه میارم در صفحه کش میکنم، میارمش اینجا. درست؟ یک عکس اینجا میمونم، یک عکس دیگه را میارم، میگم یک عکس خردتر باشه، در یک گوشه باشه، یک عکس اینجا. خیلی ساده است دیگه تانوس. درست؟ فقط ما عکس‌ها رو آوردیم در روی یک صفحه کار کردیم. این شاید همین دیروز گفتم شما یک ذره کار کنید، شاید خودتون این را پیدا کرده باشید. اینال ما میخوایم این عکس‌ها رو حرکت بدیم. این عکس‌ها رو اگر حرکت بدیم، به خاطر حرکت دادن ازی باید اول موو تول، ببخشید من پیشتر اصلا نام زیر براتون اشتباه گفتم، من بعضی اوقات فکرم نمیشه، این سلکت تول نیست، موو تول هست. خب ما وقتی که اونجا سلکت بر شما درس دادم، نگذره خودم از پیش میشته باشن، موو تول. درست؟ موو تول یعنی به خاطر حرکت دادن است، یعنی اول از این موو تول هست، اولین ابزار که فتوشاپ شما کار میکنید. این ابزار که فعال باشه، بعد از اون وقتی شما بگیرید مثلا کلیک رو محکم بگیرید، یک چیز رو حرکت میده، به سادگی یعنی موو میکنه، حرکت میده. حالا چطور یک عکس حرکت داد؟ چطور عکس پشت سر حرکت نداد؟ حتی ما اگر عکس پشت سر ماوس روش ببرم، کلیک محکم بگیرم، هنوزم همین عکس را حرکت میده. چون در فتوشاپ این قانون طلایی فتوشاپ است، یادتون باشه از روز اول تا روز آخری ما براتون گفتم میرم. هر زمانی در فتوشاپ یک فرمان را شما صادر میکنین، فرمان یعنی چی؟ هر چیز فرمان است. مثلا اینی که میگم از اینجا اینجا حرکت کنه، یک فرمان است، یک کاماند است. درست؟ هر چیز را که شما هر فرمان را اجرا میکنین، روی لیر انتخاب شده و روی ساحه انتخاب شده اجرا میشه. روی لیر انتخاب شده، روی ساحه انتخاب شده. فعلا هیچ ساحه انتخاب نیست، به خاطر روی لیر انتخاب شده اجرا میشه. یعنی چی؟ یعنی ما اگر فرمان موو را میتونم، لیری که اینجا فعال است، امو لیر موو میشه. اگر من خواسته باشم یعنی عکس دیگر را از اینجا موو کنم، من اول باید برم لیرش فعال کنم، روی لیرش کلیک کنم. ببینید لیر کلیک شده یک ذره رنگش روشن‌تر نمایش داشته به ما. اینال اگر حرکت بتم، امو لیری که حرکت است، امو حرکت، امو لیر که انتخاب است. اگر ما بخوایم عکس پشت سر کاملا انتخاب کنم، میرم لیرش پیدا میکنم، رویش کلیک میکنم و ایره حرکت. درست؟ هر لیر که شما خواسته باشین، هر لیر که خواسته باشین، فقط اونمو لیر شما میتونید اینجا انتخاب کنین و فقط فرمان را صادر میکنین، روی از اون لیر کار میکنه. این مسئله را خیلی خیلی متوجه باشین، چون بار بار باید تانچیمه براتون دوباره تکرار میشه این مشکل که شما یک چیز رو میخواین حرکت بدین، یک چیز رو میخواین رسم کنین، میبینید که لیر اشتباه است، اصلا کارتون به هم خورده. خب اینال یک چیز هست، وقتی ما می ابزار ما براتون گفتم روز اول که این قسمت آپشن بار هست. آپشن بار تمام تنظیمات و تمام به اصطلاح چه میگم امکاناتی که یک ابزار داره در بالا میه. مثلا من ابزار سلکت که انتخاب کردم، یا آپشن بار سلکت میه. اگر یک ابزار دیگه مثل بورس انتخاب کنم، ببین تمام تنظیمات مربوط به بورس اینجا میاد. وقتی سلکت تول ببخشید موو تول فعال باشه، در اینجا یک توگمه هست، به نام آتو سلکت. درست؟ این آتو سلکت دیگه باشه هست. آتو سلکت یعنی آتو سلکت. درست؟ آتو سلکت یعنی چی؟ مال براتون گفتم که ما وقتی یک چیز را حرکت بدم، ماوزم در هر جای صفحه باشه، برنامه فتوشاپ پشت موقعیت ماوس نمیگرده، سعی میکنه کدام لیر فعال است، همون لیر بر ما حرکت میده، همون لیر رو روش فرمان اجرا میکنه. اما اگر آتو سلکت را ما فعال کنم، از اینجا آتو سلکت را فعال کنم، باز آل کار نیست. آل هر جای ماوس بود، مثلا ماوس روی ازی باشه، کلیک کنم حرکت بدم، خودش اتومات سلکت میشه. چی گفتم؟
اتومات سلکت میشه، خودکار انتخاب میشه. این آتو سلکت یعنی اتوماتیک سلکشن میشه دیگه. درست؟ اگه بخوایم اونو کوها را حرکت بدم و مجرد رویش یک بار کلیک کنم میبینین که خودش هر کدامش کلیک میکنم در قسمت لیر هم از انتخاب میشه. خب شما میگین که خب استاد خیلی ساده است، چی لازم است که من برم هر کدام لیر رو انتخاب کنم؟ اما خوب است که آتو سلکت فعال باشه که من هر جای ماوس بود امور کلیک کردم کش کنم اما ساحه حرکت کنم دیگه ساحه نه. درست؟ یعنی خیلی ساده تر است. نه خیلی ساده است که من حرکت دادم دل میره، حرکت دادم دل میره، حرکت دادم دل. لازم نیست من دقیقه برم اینجا لیرهای مختلف است. اما کریمه بفرما اگر وقت زیریان در سوال داشتی مایک تا من هم بینم دست بالا کرد مستقیم مایک تا باز سوال. اوکی استاد ببخشید من آتو سلکت یعنی سلکت کردم ولی نشد، رو همون لیری که فعال بود داره حرکت میکنه، یعنی نمیدونم یعنی حرکتی رفتیم برای من نشد در مورد آتو سلکت. نه این واقعا جالب است. اگر آتو سلکت فعال باشه فتوشاپ طرز کارش نمیست که قسمی نشه. شما بازم یک بار امتحان کنید. خب اما با وجودی که بسیار ساده به نظر میرسه این کار که آتو سلکت باید همیشه فعال باشه که من خیلی ساده بتونم چیزها رو حرکت بدم، اما این درست نیست. من همیشه آتو سلکت را غیر فعال نگاه میکنم. من همیشه کار میکنم آتو سلکت را غیر فعال نگاه میکنم. چرا غیر فعال نگاه میکنم؟ به خاطر که حالا 3 تا لیر است. اگه اینجا 20 تا 30 تا لیر باشه که خیلی ساده است، 20 تا لیر یک دیزاین خیلی ساده جور میشه. 20 تا لیر باشه و ما بخوایم یک قسمت از یک جای حرکت بدم، چند تا لیر میشه روی هم باشه. باز وقتی آتو سلکت انتخاب باشه ما وقتی کسی حرکت بدم فقط همون لیر که بالا سونمو حرکت میکنه، لیرهای دیگر حرکت نمیکنه. با خاطر امز اول خود عادت بدیم که آتو سلکت غیر فعال باشه. آتو سلکت چی باشه؟ غیر فعال باشه و شما از پنل لیرها لیر مورد نظرتون را سلکت کنین، فعال کنین و بعد از او را حرکت بدید. درست؟ فعال کنین و حرکت. یک گزینه دیگه که در قسمت به اصطلاح آپشن های موو تول هست، گزینه شو ترانسفورم کنترلز است. این گزینه اگر فعال باشه، هر زمان که شما یک لیر را انتخاب میکنین در اطرافش جبهه های سفید رنگ میاد که از طریق از جبهه ها شما میتونین اندازه زیرم تغییر بدین. درست؟ اندازه زیرم میتونین تغییر بدین. وقتی اندازه شد تغییر دادین مثل پیشتر که گفتم براتون این کلیک میکنین و به این صورت میتونم که لیر دیگر انتخاب کنم، لیر دیگر هر لیر انتخاب کنم در اطرافش امیر ترانسفورم کنترلز میگه. خب این میایم من میتونم اینا رو خرد و کلان کنم، خیلی ساده کنار هم بچینم. خب این که گزینه ترانسفورم فعال باشه یا غیر فعال باشه، این هم من ترجیح میتونم اکثرا غیر فعال باشه. خب من همیشه غیر فعال نگاه میکنم، غیر کار ندارم. ولی در بعض وقتا مثلا من میخوام چند تا عکس خیلی زود کنار هم بچینم، بهتره فعال باشه که هر وقت من لیر انتخاب کردم خیلی زود همون جبهه مرا من بتونم که ابعاد زیر تغییر بدم، خود کلان کنم و مثلا چیکار کنم میره از جایش هم حرکت بدم. پس این دو تا گزینه را فهمیدین چی است، اما اینا ما شما فهمیدیم که اینا باید غیر فعال نگه داریم. از اول خود عادت بدیم که اینا رو فعال نکنیم که کار ما از اول اصولی تر پیش بره، پس آن عادت نکنیم به اینا. خب این عکس ها در اینجا آمده در روی صفحه من اگر خواسته باشیم یک قسمتی از یک عکس در این صفحه بیاریم، خیلی ساده اینا رو میریم ساده ترین کاری که در فتوشاپ میشه ای میکنیم که دو عکس را با هم دیگه یک قسمتی از عکس را انتخاب میکنیم میاریم روی یک عکس دیگه. اول میریم یک عکس ها رو پیدا میکنیم. من معمولا عکس ها رو از گوگل نمیگیرم، از یک سایت میگیرم به نام انسپلش. انسپلش خوبیش چیست؟ عکس های خیلی با کیفیت برنامه میده. عکس های خیلی چی میده؟ عکس های خیلی با کیفیت برنامه میده. من میتونم سرچ هم کنم هر چیزی کار داشته باشه. یک عکس از اینجا من خیلی رندم یک عکس رو انتخاب میکنم، این عکس رو انتخاب میکنم، میام روی دانلود فری کلیک میکنم، در روی دسکتاپ من یک در روی جعبه دانلودز روی پوشه دانلودز دانلود شد. بعد از اون مثلا یک عکس دیگر، یک عکس من نشون میکنم مون، مثلا مهتاب این عکس مهتاب چه عکس خوبه است. این عکس مهتاب
میرم نام درست. میایم اول این عکس را اوپن میکنم یا میارم در اینجا در روی تب علاوه میکنم یا میرم از فایل اوپن میرم یک عکس را در یک فایل جداگانه عکس را میسازم. یک عکس را در یک فایل جداگانه باز کردم. بعد از اون که در این فایل باز کردم این را کلیک را محکم میگیرم میبرم انتقالش میتیم روی زیر. چه قسمی کار کردم این کار بگذارد و متوجه شدم بعض اوقات در این شاگردار کم ذره برشون عجیب تمام میشن. کلیک را محکم گرفتم این عکس را کش کردم تانوس کلیک را ها نکردم میبرم روی این از نام تایتل روی تب. وقتی روی تب بردم این تب فعال میشه. اینا لگه بیارم کلیک را ماوس را بیارم اینجا ایلا بتم این میاد اینجا مستقیم اینجا عکس ما شد. خب چون سایز عکس از سایز صفحه که ما شما داده بودیم پیکسل هاش خیلی زیاد است میبینیم که عکس اما تو کلان آمده. یک عکس اگر ما بخوایم خرد کنیم چیکار کنم؟ پیشتر یادتون دادم دیگه. اینی رو فعال میکنم میرم میبینم گوشه های از عکس این از گوشهش را کش میکنم خود کردم درست. اسم یک عکس رو میکنم عکس رو میرم در یک سایز میمونم که در این صفحه مکمل شده درست. بعد از اینکه در جای مشخصش ماندم یا کلید انتر را روی کیبورد فشار میدم یا میرم از این قسمت ایره اوکی میکنم. ایره دوباره غیر فعال میکنم که دیگه مزاحم نشه. اینا رو میرم فایل اوپن محتاب رو ما میخوایم محتاب اینجا برم. محتاب میخوایم دیگه آسمان برم. چی کار کنم؟ اول که من میتونم یک عکس رو مستقیم کلیک کنم کش کنم بیارم اینجا میتونم شو ترانسفر کنم خورد کنم بیارم محتاب اینجا قرار کنم. خیلی عالی محتاب آمد اما یک مشکل است. مشکلش متوجه شدین شما چی است؟ مشکلی است که تمام عکس آمد. من میخواستم محتاب رو جدا کنم بیارم. تا هنوز هر کار ما کردیم مربوط موو تول بود. نه موو کردیم موو تول فقط حرکت دادیم چیزهایی رو گرفتیم حرکت دادیم یک مقدارم خرد و کلان کردیم ابعادش تغییر دادیم. اینا رو میریم دنبال سلکت چیز یک ساحه خاص از یک عکس را من کار دارم کلش کار ندارم. یعنی اینی پیکسل های سفیدی که اینجا است اینی ساحه عکس را من کار دارم این سیاهایش کار ندارم. این به این معنی است که این ساحه را ما باید سلکت کنم. این ساحه را اول سلکت کنم. چرا چون هر زمان یک فرمان در فتوشاپ اجرا میشه یادتان باشه هر زمان یک فرمان در فتوشاپ اجرا میشه اول روی لیر مشخص بعدا روی ساحه سلکت شده روی لیر انتخاب شده و روی ساحه سلکت شده اجرا میشه. اینا ببینین این اگر من از اینجا آوردم یک لیر داشت پروانه در یک لیر بک‌گراند داشت من این که موو کردم فقط همون لیر موو شد. اما اگر من یک ساحه خاص از را سلکت بتونم یعنی تمام محتاب را سلکت بتونم بعد از اون که من حرکت بتونم تمام محتاب حرکت بتونم چون فرمان فقط روی ساحه سلکت شده اجرا میشه. سلکت کردن خیلی کار ساده است در این حال خیلی کار پروبلماتیک است خیلی کار مغلق است. به خاطر چی مثلا یک نفر یک عکس را بر شما میده مثلا یک عکس آدم را بر شما میده عکس محتاب که خیلی ساده است فقط دایره است دایره مثلا یک نفر این عکس را میده میگه این آدم را از اینجا مکمل ما از اینجا بکشم مجبور هستم من سلکت کنم یعنی مرز زیر مشخص کنم برای فتوشاپ که این از این مرز طرف داخلش سلکت و طرف بیرونش با. به این خاطر در فتوشاپ ابزارهای سلکشن خیلی زیاد است. اینی ابزار سلکشن هست این ابزار سلکشن هست این ابزار سلکشن هست. من میتونم با این ابزار سلکت کنم میتونم با برس یک چیز را سلکت کنم. یک تا منیوی مشخص سلکشن در فتوشاپ هست. یک منیوی مکمل فقط مربوط سلکشن در فتوشاپ داره. درست میبینید منیوی سلکت است. به این خاطر سلکشن در یک درس تمام نمیشه. ما شما امروز خیلی ابتدایی سلکت را یاد میگیریم باز بعد از درس های بعدی چندین بار کمی سلکشن های متفاوت و بالاخره سلکشن های ادوانس یا سلکشن های خیلی پیشرفته هم با شما کار میکنیم. خب بعد از موو تول ابزار دوم ابزار سلکشن هست. خب ابزار سلکشن یک نوع ابزار سلکشن هست. در جعبه ابزار یا در تولبار اگه شما دیده باشین بعضی از این ابزارها در پهلوی خود بعضیش نه اکثریتش در پهلوی خود یک تیرک خیلی خرد دارن به شمول موو تول یک تیرک خیلی خرد در گوشه‌گکش هست. مثلا شما متوجه باش که خوب زوم کنم من شما ببینید اینه صحیح در گوشه‌گک از ببینید یک چی خیلی خرد هست یک تیرک. این تیرک به این معناست که در پشت مزی ابزار فرض کنید یک روک است. اگه باز کنید چند تا ابزار دیگه هم در بین از پیدا میشه. اینی سلکشن تول را ما اگر روش راست کلیک کنم
کلیک راست را درست میبینم که اینجا دو نوع 4 نوع ابزار سلکشن داده برای ما شما. دو نوع اولش بر من مهم، دو نوع آخرش بر من مهم نیست. این دو تا درست مهم نیست چون کاربردی نیست. دو نوع اولش هم مهم است. اولش که است نام از لازم نیست که یاد بگیریم. خب یک ذره نامای از مخلق است. رکتانگولار مارکیو تول هست نامش. درست رکتانگولار مارکیو تول. مارکیو تول رو بانن رکتانگولار را بیشتر. و دومش چی است؟ الیپتیکال. رکتانگل مستطیل را میگن، یعنی ابزار انتخاب مستطیلی و ابزار انتخاب بیضوی الیپتیک بیضوی میگن، یا مثلا دایره و بیضوی. اینال اگر من خواسته باشم یک ساحه از یک عکس انتخاب کنم امرای از این ابزار رو من انتخاب میکنم. ابزار باید فعال باشه. میایم کلیک را محکم میگیرم، یک ساحه را در روی از یک عکس تعیین میکنم، میگم اینی ساحه را. اولین بار است که شما امرای سلکت در فتوشاپ سر خوردیم. ساحه سلکت شده در فتوشاپ این قسم نشان داده میشه، یعنی میته خطای سفید در اطراف از این همیشه در حال حرکت میباشه. شما ببینید خطا کم کم در حال حرکت است. اینمی نشان میده که ساحه سلکت شده است. اینال اگه من دوباره برو موو تول را فعال کنم، ابزار موو را فعال کنم، بیایم موو تول را روی ساحه انتخاب شده بیایم کلیک را محکم بگیرم، شما میبینید که دیگه کلی عکس فرمان موو روی کلی عکس اجرا نشد. چرا؟ چون قانون اطلاعی فتوشاپ برطرف کنه. فقط روی ساحه سلکت شده شد. حالا اگر من کلیک را محکم بگیرم بیارم ایره در این صفحه بندازم، اینم یک ساحه از این عکس برماش میکنم. درست؟ ایره دوباره من کنترل زاید میکنم، یعنی به عقب برم یک قدم. اینی شارتکت های اولیه هم شما احتمالاً بلد هستین دیگه، کلتون ورد اکسل خواندین، مثل کنترل زاید و کنترل سی و کنترل ایکس و کنترل وی. اهمیت نداره. خب ما اگر اینی ساحه را قسمی انتخاب کنم میتونم این انتخاب کنم. ببینید من اصلا امازی انتخاب کردن خود میتونم، امازی قدر انتخاب خودم میتونم یک دیزاین خود بسازم. ببینید اینی را آوردم، یک ساحه دیگر را اینجا باز انتخاب میکنم، دوباره ابزار موو را فعال میکنم، میرم از اینجا حرکت میکنم اینجا میرم. اینی هم متو میشه یک دیزاین باشه. درست؟ صحیح است. یعنی من براتون گفتم اگر بخواید کس خلاقانه کار کنه حتی با یک ابزار خیلی ساده میتونه چیزهای خوب بسازه. درست است؟ خب اینال دو چیز خیلی ساده دیگر رو ما شما در اینجا میگیریم. یک، وقتی یک سلکشن شما اجرا کردین، یک سلکشن در یک جای بود، یعنی یک سلکشن موجود بود، خواستین سلکشن را حذف کنید، سلکشن را غیر فعال کنید، چه کار میکنید؟ شکر خدا کلتون انگلیسی هم بلد هستین. سلکت برعکس سلکت چی میشه؟ مثلا do undo. صحیح؟ do undo. like dislike. در برعکس سلکت چی میشه؟ کسی پر انگلیسی کسی دختر انگلیسی میخونه. برعکس سلکت چی میشه؟ deselect. ما براتون deselect. select ایجاد کردن سلکشن، deselect از بین بردن سلکشن. این رو من deselect میکنم. deselect چی تو میشه؟ کنترل دی یادتون باشه، این خیلی مهم است. کنترل دی تمام سلکشن هایی که روی صفحه است از بین میبره. این سلکشن رو من ایجاد کردم، کنترل دی کردم، سلکشن از بین رفت، من میتونم یک سلکشن جدید ایجاد کنم. کنترل دی دوباره سلکشن از بین. درست؟ کنترل دی یادتون باشه. من یک ساحه از انتخاب میکنم، کنترل دی دوباره ساحه غیر میشه. اینال ابزار ما که است، چون ابزار انتخاب مستطیلی است، این همیشه به صورت مستطیلی انتخاب میکنه. اگر من خواسته باشم به صورت مربعی انتخاب کنم چطور؟ یعنی یک انتخاب کنم که نمی ابعاد از این مستطیل طول و درازی از این چی باشه؟ منظم باشه، مساوی باشه. باز در جریان انتخاب فقط شیفت را، کلید شیفت را اگر من محکم بگیرم، کلید شیفت را، باز این انتخاب ما ببینید من هرچی ماوس حرکت بتونم از حالت مربعی خود خارج نمیشه، فقط مثل یک مربع انتخاب میشه. درست؟ این یاد داشته باشین که همیشه وقتی شیفت را محکم بگیرین منظم کار میکنه در برنامه گرافیک. چون روز اول است خیر است پسان است آستا اینا رو کلتون یاد بگیرید. اینال اصلی هدف مایی بود که ما شما اینی محتاب را ببریم اونجا و محتاب را مستطیل نیست دیگه، مستطیل انتخاب جواب نمیده، ما روی دایروی انتخاب کنیم. با خاطر روی ابزار انتخاب مستطیلی ما راست کلیک میکنم، میرم این بار گزینه دومش الیپتیکال مارکر تول یا ابزار انتخابی دایروی، درست، یا بیضوی را انتخاب.
این حالی وقتی ما یک سلکشن ایجاد میکنم چه قسم سلکت میشه؟ ببینید این قسم سلکت میشه، این قسم یک ساحه سلکت ما انتخاب، این ساحه رو ما سلکت کنم، این قسم میشه. و این رو بخوایم موو کنم، حرکت بتم، ببرم در صفحه دیگه بندازم. درست؟ اینجا. این حال ما را اگر پس خواسته باشم پاک کنم چیکار میکنم؟ یعنی لیارش را انتخاب میکنم، لیارش را دیلیت. فقط روی کیبورد تکمه دیلیت را فشار میتونم از بین بره. یعنی چیزایی گفتم مربوط لیر میشه، اما باید لا بلای درسام و شما کار کنم. یعنی چون فتوشاپ اصلا همی طراحی برنامه رقم نیست که از یک طرف یاد گرفته شود. نه که بیایم اولی ها رو کار کنیم، اینجا باید این قسم یک ذره پراکنده کار کنیم تا بهتر یاد بگیریم. اگه میخوایم کار کنیم. این حالی این ابزار انتخاب این بیضوی هم یک ذره نامنظم هست. خب همین شکل بیضوی که هست، انتخاب بیضوی، سایه بیضوی یک ذره نامنظم هست. اگر ما بخوایم میره منظم انتخاب کنیم چیکار میکنم؟ بدون شک شیفت را محکم میگیرم. این کار رو که با مستطیل کردم، ما اگر شیفت را محکم بگیرم یک دایره بسیار منظم برام رسم میشه. یک دایره خیلی منظم رسم میشه. درست؟ اینه خیلی منظم رسم میشه. باز کنترل دی میکنم که دی سلکت شود. این حال من کوشش میکنم این محتاب را رسم کنم. از یک جایی را سلکت میکنم، این از این گوشش میکنم. چون ما سلکشن را بلد هستم دیگه چه قسم سلکت میشه. شیفت محکم میگیرم، کلیک کش میکنم. ببینید وقتی تا اینجا میارم یک دایره ایجاد شد. مشکل داره نه سلکشن ما، دایره در جایش نیست، انتخاب دایروی ما در جایش نیست. خب اینا یک چیز دیگر رو ما شما یاد بگیریم. ما میتونم اینمی ساحه انتخاب شده رو هم حرکت بدم. اگر من موو تول رو انتخاب کنم حرکت بدم، ببینید اصلا بسته مساحه انتخاب شده حرکت کرد. اما اگر ما ابزار انتخاب ما فعال باشه، نه ابزار موو، حال اگر ما حرکت بدم چی حرکت میکنه؟ خود انتخاب ما حرکت میکنه، خود سلکشن ما حرکت میکنه. به این خاطر ما میتونم یک دایره را اصلا در یک جای دیگه نامنظم ایجاد کنم. بعد از او وقتی که اینمی ابزار ما فعال است، ماوس را بیارم در داخل از این دایره حرکت میکنه. یک چیز دیگر رو براتون بگم، این در تمام سافتورها، در تمام کامپیوتر، در تمام برنامه‌ها این مهم هست، خصوصا در برنامه فتوشاپ زیاد مهم هست. خیلی وقتا شمایی که کدام فرمان را اجرا میکنین از روی کرسر خود میفهمین. همین کرسر ماوس که هست، نشانگر ماوس. ببینین اینده ساحه یک رقم است، وقتی ما اینو میبرم در داخل از این تغییر میکنه، شکلش تغییر میکنه چون کارش تغییر میکنه. ما اگر در بیرون رو کلیک کنم این یک سلکشن جدید ایجاد میشه، ولی اگر در داخل رو ببرم کلیک کنم خود سلکشن ما را حرکت میده. درست؟ این در سلکشن مربع میشه، لازم نیست دایروی باشه سلکشن. این سلکشن مربع رو ما اگه بخوایم سلکشن خود سلکشن را حرکت بدیم، میتونیم که بیایم حرکت بدیم در حالی که خود ابزار خودش فعال باشه، نه ابزار موو. اگر ابزار موو فعال باشه، خب ابزار موو است دیگه، حرکت میده مکمل، پکسل ها را از جایش میکنه. این حاله ما شیفت را محکم میگیرم، یک دایره منظم ایجاد میکنم، لازم نیست خیلی دقیق باشه. بعدا میگیرم میارم در جایش، در اطراف مخطاب میارم. این حال میرم موو تول را فعال میکنم، این کلیک را محکم میگیرم میارم در اینجا در یک سمت. انتخاب ما خوب نیست، کمی از کم باید خورتر دایره را خورتر میگیرم. خب اینی بهتر است. این ساحه انتخاب خرد و کلان هم میتونیم مورد درسای بعدا گفتم که سلکشن بسیار پیچیدگی های زیاد داره. بازم ما شما این محتاب را آوردم اینجا. ترانسفورم تول را از اینجا فعال میکنم، این را خرد میکنم، میبرم محتاب را در آسمان اینجا قرار. خیلی بد معلوم میشه، اصلا خوب معلوم نمیشه، ولی کار ما شد. این حال چون ایده اینجا خوب معلوم نمیشه، ما میرم یک عکس پیدا میکنم که ما بگویم محتاب دو عکس شاید بهتر از این معلوم شه. این عکس حتما بهتر معلوم میشه. این عکس دانلود میکنم. این حال این عکس را از اینجا خب محتاب هم اونجا مشکل نیست، ما عکس را میارم، این عکس را آوردم اینجا روی صفحه خود. درست؟ یا اصلا بهتر از اینجا اوپن کنم که شما یک ذره بکنم. عکس نشین اینجا اوپن کردم. این محتاب را که انتخاب کرده بودم میارم. خب این حالی
تا ما سلکشن خودم دیسلکت یا کنترل دی نکردیم، حتی اگر در فایل های دیگه برم پس بیم میبینیم سلکشن سر جایش هست. هر زمان کنترل دی کردم سلکشن از پایین میاد. ببینید اولین دیزاینی که ما شما در فتوشاپ کار کردیم موفقانه بر ما سپری شد. خیلی ساده چیزا رو ما شما یاد گرفتیم. اگر یک مروری خیلی ساده داشته باشیم، ما شما موو تول رو یاد گرفتیم که چه قسم یک عکس را حرکت بدیم، مثل از یک لیر را به اصطلاح چه قسم حرکت بدیم. درست؟ ما شما یاد گرفتیم که آتو سلکت را فعال کنیم تا لیرها را از روی موقعیت ماوس ما خود فتوشاپ پیدا کنیم. ما شما ترانسفورم کنترل را یاد گرفتیم که اگر فعال باشه ما میتونیم مثلا اون لیری که انتخاب شده او را ابعادش تغییر بدیم، خود کلام کنیم. که اینا را یاد گرفتیم که اینا باید غیر فعال باشه. بعد از او موو تول را ببخشید رکتانگل مارکیو تول و الیپتیکال ابزار انتخاب مستطیلی و ابزار انتخاب بیضاوی را یاد گرفتیم که هر کدام از یک ساحه را میتونست انتخاب کنه. ما میتونستیم انتخاب خود را وقتی که خود ابزار فعال است حرکت بدیم. ما میتونستیم انتخاب را دی سلکت کنیم یا از بین ببریم توسط کنترل دی، یا میتونستیم که امی ساحه انتخاب شده را توسط موو تول حرکت بدیم، دمی عکس در یک جای دیگه ببریم، دمی فایل، یا اصلا در یک فایل دیگه ببریم یا در یک ساحه بندازیم. درست؟ و یاد گرفتیم که اگه خواسته باشیم انتخابمون منظم باشه، طول و عرضش مساوی باشه، شیفت را محکم بگیریم وقتی انتخاب کردن ما مثل دایره ایجاد میشه، در غیر صورت دایره میشه نامنظم باشه. ببین این حال یک دایره نامنظم است و مجرد ما شیفت را محکم میگیرم دایره منظم میشه. شیفت را اعلام میتونم نامنظم، شیفت را محکم میگیرم دایره منظم میشه. و نهایتا ما تانستیم که یک عکس از مهتاب را از یک عکس دیگه گرفته در آسمان شب اینجا که هیچ مهتاب وجود نداشته اینجا بندازیم. اولین دیزاین خود را موفقانه، اولین مونتاژ عکس را موفقانه در عکس در اینجا کار کردیم. خب ما براتون گفتم که پیش از اینکه نرم افزار فتوشاپ جور شود، پیش از اینکه دنیای دیجیتال پیشرفت کنه، مردم ها سابقا از این کارا میکرد عکس مهتاب. او زمان اگه می کار خواسته باشین همراه دو عکس کنین چی کار میکنین؟ یک تان جواب بدین. یک عکس ما میتونم یک عکس مهتاب در پیش رویتون میمونم، یک عکس دیگر پیش رویتون میمونم، روی میزتون میگم مهتاب در یک عکس بیار چه کار میکنم؟ استاد مهتاب رو بریش میکنیم و روی از عکس قرار میدیم. آفرین. مهتاب قیچی میکنیم میاریم در روی. ما در اینجا چی کار کردیم؟ در فتوشاپ ما چی کار کردیم؟ دقیق همون کار کردیم. درست؟ دقیق همون کار کردیم. با او خاطر بود که ما قدر یک روز بسته وقت شما رو ضایع کردم که شما براتون بگم که سابق چی کار میکرد، کامرای تو شد و این شد و چنان و چنین و داستان رستم و سهراب براتون گفتم که آخرش شما بفهمین که چی سهراب بچه رستم داره. خب دیگه موو اند سلکت است. دیگه اینالی درس امروز ما همینقدر بس است. من ریکارد رو استاپ میکنم. تشکر از توجهتان.